آقا سلام علیکم. اومدم که طبقه کشیدن یک چهره مانگایی برای شخصیتایی که کم سن هستن رو بهتون یاد بدم که خیلی چیز راحتیه. اول از همه یک دایره رو رسم میکنین، بعدش میایم اون دایره‌مون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و اون خط افقی که وسط دایره در نظر گرفتیم جای ابرو هستش. حالا میام با فاصله کم جای چشم رو تعیین میکنیم. برای کشیدن پیشونی هم میایم فاصله بین ابرو تا فرق سر رو تقسیم میکنیم و جای پیشونی کاراکترمون به دست میاد. بعد از این حالا از طریق فاصله که بین پیشونی تا ابرو هستش جای دماغ کاراکترمون به دست میاد به همین راحتی و یه خط هم میکشیم که جاش معلوم باشه. برای جای چونم میایم بر اساس فاصله که بین دماغ تا انتهای دایره هستش جای چونه رو تعیین میکنیم. بعدش میایم چهره کاراکترمون رو از حالت دایره بودنش در میاریم و یکم بهش فرمیم تا یکم حالت چهره به خودش بگیره. بعد میایم فک رو اینجوری بهش اضافه میکنیم. حالا برای کشیدن چشمم میایم خطی رو که برای جای چشم تعیین کردیم رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم و بعد این 4 قسمت تقسیم کردیم جای چشم رو معلوم میکنیم و خواسته چشممون به صورت کاملا ساده میکشیم و ابرو رو میکشیم. بعد میان چشممون که خیلی ساده بودش رو از حالت ساده بودنش در میاریم و قشنگ ترش میکنیم. بعد میایم عنبی‌ها رو اضافه میکنیم که کمی بزرگتر باشه، مردمک ها رو هم همینطور و سایه زدن چشم هم بهش اضافه میکنیم. بعد از این میازیم به بینی کاراکتر که چی باید اضافه کنیم. بینی رو دقیقا هم سر همون جایی که تعیین کرده بودیم اضافه میکنیمش. دو تا سوراخ بینی کاراکترمون رو میذاریم و قوستی که دماغ داره هم اضافه میکنیمش. برای تعیین کردن جای دهن کاراکتر هم میایم فاصله بین بینی تا چونه رو تقسیم میکنیم و دهن کاراکتر رو قرار میدیم. بعد میایم بغلای میایم فرم صورت کاراکتر رو یکم قشنگتر میکنیم و یکم بهترش میکنیم. بعد از این میایم گوشهای کاراکتر رو اضافه میکنیم که بازی حداقل به اندازه فاصله ابرو تا بینی باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما لایک یادتون نره که بهم کلی انرژی میده و اینکه این ویدیو هم برای کسی که فکر میکنید طراحی مانگا دوست داره بفرستید و فعلا روز خوش.